سلام به همه بینندگان. میخواهم دوام قصه حضرت آدم و ابلیس یعنی شیطان را به شما پیشکش نمایم. قسمت دوم. ابلیس این همه آینده زیبا را به خود تصویر کرده بود که باز به زمین چون جانشین، چون پیامبر برمیگردد و جنها را اداره میکند. وقتی که خداوند به همه ملائکه اعلان کرد که خلیفه گفته‌اش را از مخلوق نو یعنی حضرت آدم می آفرد، ابلیس این سخنها را شنیده تمام آن آرزو و فکرهای از دل گذرانده‌اش را فکر کرده به نهایت غرور و کینه و بدبینی یعنی نسبت مخلوق خداوند گفته در دلش بلند می‌گردید و خود به خود می گفت که این مخلوق نو خودش کی باشد که یک باره بعد از آفریده شدنش به زمین خلیفه انتخاب شده زمین را همچون جانشین خداوند اداره می کند. چرا من که این قدر عبادت بیشمار برای خداوند به جا آوردم و هیچ کار نکرده باید خلیفه شود؟ پس خداوند بعد سخنهای گفته شروع کرد به ساختن قالب حضرت آدم. خداوند به ملائکه ها فرمان داد که از تمام گوشه زمین هر گونه خاک را بیارند، یعنی برای چه هر گونه خاک را گفته رنگهای آن را در نظر داشت. از اینجاست که در دنیا پوست آدمان هر گونه رنگها را دارد و خداوند به این خاکها آب را علاوه نمود و از خاک و از آن قالب حضرت آدم را ساخت. پس آن در قالب سوراخی ها یعنی دهان و گوش و بینی و دیگر عضوها را به قالب معلوم نمود و گذاشت که خشک شود. وقتی که این قالب یعنی قالب حضرت آدم خشک می شود رنگ گندم را گرفت. پس آن خداوند به او چهره آدمی را تصدیق کرد. برای این نام حضرت آدم از ریشه کلمه ادم یعنی گندم گرفته شده است. خداوند به آن خاطر هر گونه خاک‌های رنگ را استفاده برد که پوست مردمان هر گونه رنگ شوند، چخیلی که خودش در قرآن می‌فرماید همه شما را از دو شخص آدم و حوا آفریدیم و به هر گونه قبیله ها جدا کردیم. بعضی انسان های هستند که از رنگ پوست خود یعنی رنگ گندمانان شکایت کرده میخواهند که به مانند مردمان غرب سفید پوست یا دیگر رنگ‌های دلخواهشان باشند. در وقت آفریدن هر گونه خاک‌های را که خداوند در ساختن حضرت آدم استفاده برده است رنگ‌های گوناگون داشته. از اینجاست که همه مردمان عالم رنگ‌های به خود خاص را دارند، بعضی گندم رنگ، بعضی سفید و بعضیشان سیاه سرخ و دیگر رنگ‌ها را دارند. بنابراین در وقتی به یکدیگر نظر انداختنمان ما خود را به هم نزدیک یعنی چون برادر و خواهر احساس می‌نماییم، زیرا که همه ما از یک پدر و مادر هستیم. در بعض جای قرآن می‌فرماید خداوند که آدم و فرزندان آدم را بسیار هم در بین همه مخلوقان آفریده‌مان وصف کرده و از همه مخلوق‌ها زیباتر آفریدیم، یعنی از تمام مخلوقان دیگر حضرت آدم با شکل و صورت زیباتر بود. بعد مدت وقتی که حضرت آدم در حالت قالب بود الله به ملائکه ها اعلان کرده بود که در زمین خلیفه نو معلوم کند. ملائکه های عالی مرتبه مثل در بالا سخنهای ذکر شده سوال میکنند خدایا برای چی این مخلوق را می آفری؟ نخود که باز مخلوق را بیافری که در زمین فسادکاری و خونریزی ها کند، در حالی که ما هستیم و تو را حمد و ثنا میگوییم و همیشه فرمان بردار و پرستش کننده هستیم و همیشه میگوییم که تو همیشه بی نیاز هستی و در جواب خداوند به آنها میگوید که من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. یعنی مقصد سوال ملائکه ها آن نبود که با این کار خدا ضد بودند، بلکه آنها میخواستند که مقصد آفریدن این مخلوق را بفهمند.
زیرا که آنها در نظر داشتند که اگر خدا این مخلوق را برای حمد ثنا و تکبیر بسیارتر گوید الکی ما هستیم و این کار را تمام عمر از وقت پیدایش ما کرده ایستادیم. یعنی خداوند ملائکه ها را به حساب و به عدد آفریده است که حتی یک لحظه هم خیلی در قرآن در سوره صفات اشاره میکنند گفته است به ذکر خداوند بودن نمیتوانند، زیرا خداوند آنها را چنین آفریده است. بعضی آنها هستند که از وقت آفریدنشان در رکوعند، بعضی دیگر در سجده، بعضی دیگر در گفتن تکبیر و حمد ثنا بر الله. پایان قسم دوم.